شعارهای ابا عبدالله شعار احیای اسلام است. شعار این است: چرا بیت المال مسلمین را یه عده به خودشون اختصاص دادن؟ چرا حلال خدا را حرام میکنن و چرا حرام خدا را حلال میکنن؟ چرا مردم را دو دسته کردن؟ یه مردمی که فقیر و دردمند و یه عده مردمی که از پرخوری دیگه نمیتونن از جاشون بلند شن. شعار ابا عبدالله این است. خودشون خطبه معروف را در بین راه در حضور 1000 نفر لشکریان هر وقتی که خود حدیث پیغمبر روایت کرد. پیغمبر چنین فرموده است که اگر زمانی پیش بیاد اوضاع چنین بشود، بیت المال چنین بشود، حلال خدا چنان بشود، حرام خدا چنان بشود. پیغمبر فرموده اگر مسلمان آگاهی اینها رو بداند و سکوت بکند، حق است بر خدا که چنین مسلمانی را به همون جا ببرد که اون ستمکاران میبرد. بنابراین من احساس وظیفه، من از همه سزاوارترم در چنین شرایط. این از مکتب عاشورا، اون از محتوای شعارهای عاشورا. ما باید شعارهای خودمون رو در این مجالس، در تکیه ها، در دسته ها، شعارهامون باید محیی باشد نه مخدر. باید زنده کننده باشد نه بی‌حس کننده. اگر بی‌حس کننده باشه ما را از حسین دور میکنه. این اشک برای حسین ریختن خیلی عجب داره، اما به شرطی که این حسین در دل ما حسین وارد بشه، اون چنون که هست در دل ما وارد بشود. ان للحسین محبتا مکنونة فی قلوب المؤمنین. اگر در دلی ایمان باشد نمیتواند حسین رو دوست نداشته باشد، چون حسین مجسمه ایست. حسین